در سال 2019 گزارشی که در مجله انجمن سالمندان آمریکا منتشر شد، بسیاری از پزشکان ارتوپد را شوکه کرد. این تحقیق نشان داد که بعد از 70 سالگی یک آمریکایی معمولی می‌تواند هر سال تا 3% از توده عضلانی خود را از دست بدهد، حتی اگر هنوز به اندازه کافی غذا بخورد و هر روز پیاده روی کند. یک جراح عضلانی اسکلتی در کلینیک مایو یک بار در کنفرانسی گفت که ترسناکترین موضوع خود از دست رفتن عضله نیست، بلکه از دست رفتن خاموش عضله است. زمانی که فرد واقعاً باور دارد تمام توصیه‌های آشنای قبلی را دنبال می‌کند و این همان تناقض است. بسیاری از افراد بالای 70 سال هر صبح تخم مرغ می‌خورند. آنها باور دارند تخم مرغ استاندارد طلایی پروتئین است. آنها همان توصیه قدیمی را دنبال می‌کنند که اگر فقط تخم مرغ و گوشت بیشتری بخورید، عضلاتتان حفظ می‌شود. اما بعد یک روز متوجه می‌شوند بلند شدن از روی صندلی سخت‌تر شده است. بالا رفتن از چند پله باعث لرزش ران‌هایشان می‌شود. بازوهایشان ضعیف‌تر احساس می‌شود و می‌پرسند من چه اشتباهی کردم؟ پاسخ بسیاری از مردم را شگفت زده می کند. مشکل این نیست که شما پروتئین خیلی کمی می خورید. مشکل این است که بعد از 70 سالگی بدن شما دیگر پروتئین را مثل گذشته استفاده نمی کند. دانشمندان به این حالت مقاومت آنابولیک می گویند. زمانی که عضلات پیر تقریباً پروتئین های آشنا به ویژه پروتئین تخم مرغ و گوشت را نادیده می گیرند. اگر اسیدهای آمینه مناسب و محیط ضد التهابی مناسب وجود نداشته باشد. مجموعه ای از مطالعات دانشگاه هاروارد و استنفورد در طول دهه گذشته مسیر متفاوتی را نشان دادند. گروه خاصی از پروتئین های گیاهی اگر نوع درست آنها انتخاب شود، می توانند در بدن سالمند مؤثرتر از تخم مرغ باعث ساخت عضله شوند. نه غذاهای گران قیمت، نه پودرها و نه قرصها، بلکه حبوبات آشنایی که می توانید در هر سوپرمارکتی پیدا کنید. در این ویدئو من شما را با پروتئین های گیاهی آشنا می کنم که علم نشان داده می توانند بعد از 70 سالگی به بازسازی عضله کمک کنند. این فهرست بر اساس تأثیر واقعی رتبه بندی شده است، نه تبلیغات. تا پایان همراه بمانید چون غذای شماره 1 ممکن است کاملا طرز فکر شما را درباره قدرت در سالمندی تغییر دهد. اگر این اولین بار است که ویدئوهای این کانال را می بینید، کانال را دنبال کنید تا رازهای سلامتی مخصوص سالمندان را از دست ندهید. و حالا بیایید با بخش اول شروع کنیم. غذای شماره 9، نخود. اگر بالای 70 سال دارید و پاهایتان ضعیفتر احساس می شود، حتی با اینکه به اندازه کافی غذا می خورید، ممکن است مشکل مقدار غذایی که می خورید نباشد، بلکه نوع پروتئینی باشد که انتخاب می کنید. نخود یکی از دست کم گرفته شده ترین منابع پروتئین گیاهی برای سالمندان است. با این حال این ماده غذایی به طور ویژه با بدن سالمند سازگار است. نخود پروتئین پایدار همراه با لوسین و ویتامین B6 فراهم می کند. دو عامل کلیدی که به روشن شدن فرآیند عضله سازی کمک می کنند. بعد از 70 سالگی بسیاری از مردم در هضم گوشت قرمز مشکل پیدا می کنند یا نمی توانند هر روز تخم مرغ بخورند. نخود ساختار پروتئینی سبکتری دارد که ممکن است جذب آن آسان‌تر باشد و به بدن کمک کند واقعاً از پروتئین استفاده کند، به جای اینکه آن را با سود اندک از دستگاه گوارش عبور دهد. مطالعه‌ای که در مجله تغذیه بریتانیا منتشر شد نشان داد سالمندانی که به طور منظم 3 تا 4 بار در هفته نخود مصرف می‌کردند نسبت به افرادی که نخود مصرف نمی‌کردند بهبود واضحی در استقامت عضلانی و توانایی بلند شدن و نشستن نشان دادند. نکته کلیدی این بود که این بهبود ناشی از عملکرد عضلات بود، نه افزایش وزن یا احتباس آب. در عمل بالینی واقعی بسیاری از پزشکان سالمندان متوجه شدند که نخود می تواند به ویژه برای سالمندانی مفید باشد که شکایت می کنند هنگام راه رفتن یا انجام کارهای خانه خیلی زود خسته می شوند. نخود از طریق فیبر محلول انرژی پایدار فراهم می کند و کمک می کند از افت انرژی بعد از غذا جلوگیری شود، موضوعی که دلیل رایج احساس ضعف بعد از ظهر در بسیاری از سالمندان است. یکی دیگر از مزیت‌های مهم
نخود این است که معمولاً توسط افرادی که کلسترول بالا یا التهاب مزمن دارند به خوبی تحمل می شود. برخلاف بعضی پروتئین‌های حیوانی، نخود معمولاً واکنش‌های التهابی را افزایش نمی دهد و این موضوع به ایجاد محیط سالمتری برای ترمیم عضلات و حفظ قدرت کمک می کند. استفاده از نخود ساده است. می توانید نخود پخته را به سوپ یا سالاد اضافه کنید یا آن را کمی له کرده و کنار غذای اصلی سرو کنید. هدف این نیست که یک باره مقدار زیادی بخورید. هدف تداوم مصرف در طول هفته است. همین الگوی منظم است که به بدن بالای 70 سال کمک می کند بدون فشار آوردن به دستگاه گوارش دوباره قدرت بسازد. نخود یک غذای معجزه‌آسای فوری نیست، اما اگر می خواهید پایه امن از پروتئین داشته باشید که هضمش آسان باشد و با سنین بالا سازگار باشد، این یک نقطه شروع بسیار هوشمندانه است. غذای شماره 8 نخود فرنگی سبز. اگر یک شکایت باشد که پزشکان بارها و بارها از افراد بالای 70 سال میشنوند این است: احساس سنگینی پاها، کندتر بلند شدن و خستگی سریع حتی زمانی که وعده‌های غذایی منظم و حتی پروتئین اضافی مصرف می‌کنند. مشکل مقدار نیست، مشکل این است که آیا پروتئین و اکسیژن به دقیقاً همون جاهایی که عضلات به اون نیاز دارند میرسند یا نه. و اینجاست که نخود فرنگی سبز میدرخشد. نخود فرنگی سبز پروتئین گیاهی با کیفیت فراهم میکند، اما همچنین سرشار از آرژینین است، اسید آمینه‌ای که به بهبود جریان خون کمک میکند. بعد از 70 سالگی رگ‌های خونی که عضلات را تغذیه می‌کنند اغلب خاصیت کشسانی خود را از دست می‌دهند. بنابراین عضلات اکسیژن و مواد مغذی کمتری دریافت می‌کنند. وقتی گردش خون ضعیف باشد، عضلات سریعتر خسته می‌شوند و آهسته بهبود پیدا می‌کنند. آرژینین به بدن کمک می‌کند اسید نیتریک تولید کند، ماده‌ای که از گشاد شدن رگ‌های خونی کوچک حمایت می‌کند و جریان خون به عضلات به ویژه در رانها و ساق پا را بهبود می‌دهد. یک مطالعه تغذیه‌ای اروپایی که سالمندانی را که چندین هفته پروتئین نخود فرنگی مصرف کرده بودند دنبال کرد نشان داد توانایی آنها برای راه رفتن مداوم بهتر شد و خستگی پاهایشان نسبت به گروهی که به پروتئین حیوانی متکی بودند کاهش یافت. نخود فرنگی همچنین معمولاً انرژی پایداری فراهم می‌کند بدون اینکه باعث احساس سنگینی یا خواب‌آلودگی بعد از غذا شود، مشکلی که در سالمندان بسیار رایج است. در زندگی روزمره نخود فرنگی سبز به ویژه برای افرادی مفید است که سویا را خوب تحمل نمی کنند یا گوشت کمتری می خورند. پروتئین نخود سبکتر است، هضم آن آسانتر است و برای بسیاری از افراد کمتر باعث نفخ می شود. در نتیجه بدن می تواند آن را آهسته تر جذب کرده و مؤثرتر استفاده کند. وقتی عضلات پروتئین پایدار و جریان خون بهتر دریافت کنند، استقامت به مرور زمان به طور طبیعی افزایش پیدا می کند. نخود فرنگی سبز همچنین فیبر محلول فراهم می کند که به تثبیت قند خون کمک می کند. این موضوع اهمیت دارد زیرا نوسانات شدید قند خون می تواند عضلات را سریعتر ضعیف کند و خطر تحلیل عضلانی را در سالمندی افزایش دهد. وقتی قند خون پایدارتر بماند، بدن در وضعیت بهتری برای محافظت و بازسازی عضلات قرار می گیرد. استفاده از نخود فرنگی سبز آسان است. می توانید آن را به سوپ اضافه کنید، همراه سبزیجات آرام بپزید یا با غذای اصلی مخلوط کنید. نیازی به مقدار خیلی زیاد نیست، فقط چند بار در هفته می تواند محیط بهتری برای کار و ترمیم عضلات ایجاد کند. نخود فرنگی سبز تبلیغات پر سر و صدایی ندارد، اما برای فرد بالای 70 سال حامی آرام قدرت پاهاست و کمک می کند روز به روز با ثبات بیشتری راه بروید. غذای شماره 7 لوبیای لوپین. بعد از 70 سالگی بسیاری از افراد احساس می کنند بین دو هدف گیر افتادند. اگر بیشتر بخورند تا قوی بمانند، قند خونشان بالا می رود. اگر رژیم بگیرند تا قند خون را کنترل کنند، عضلاتشان ضعیف می شود. لوبیای لوپین می تواند یک راه حل متعادل نادر برای سالمندان باشد، به ویژه کسانی که با پیش دیابت یا دیابت نوع 2 زندگی می کنند. لوبیای لوپین پروتئین گیاهی بسیار بالایی دارد، اما نشاسته آن بسیار کم است.
این یعنی مواد لازم برای ساخت عضله را فراهم می کند بدون اینکه بعد از غذا باعث افزایش شدید قند خون شود. برای سالمندان این موضوع حیاتی است، زیرا ناپایداری قند خون التهاب را افزایش می دهد و تحلیل عضلات را سریعتر می کند. وقتی قند خون پایدارتر بماند، بدن محیط بهتری برای ترمیم عضلات و حفظ قدرت خواهد داشت. تحقیقات نشان می‌دهد پروتئین لوپین می‌تواند سنتز پروتئین عضله را تحریک کند بدون اینکه نیاز به جهش‌های بزرگ انسولین باشد. این در سالمندی مزیت بزرگی است، زیرا پاسخ انسولینی اغلب با گذر زمان کاهش پیدا می‌کند. وقتی پروتئین بتواند به طور مؤثر و بدون فشار متابولیک اضافی استفاده شود، عضلات بهتر محافظت می‌شوند. برخی مطالعات تغذیه‌ای در استرالیا و اروپا نشان داد سالمندانی که به طور منظم لوپین مصرف می‌کردند، قدرت پایین‌تنه بهتری پیدا کردند و هنگام بلند شدن احساس ثبات بیشتری داشتند، حتی زمانی که وزن بدنشان تغییر نکرده بود. این نشان می‌دهد لوپین مستقیماً از عملکرد عضلات حمایت می‌کند، نه فقط از انرژی موقت. در وعده‌های غذایی واقعی، لوپین برای کنترل حجم غذا نیز مفید است. فیبر بالای آن کمک می‌کند مدت طولانی تری احساس سیری کنید، مصرف میان وعده را کاهش دهید و الگوی غذایی منظم تری داشته باشید. وقتی بدن دائما با نوسانات قند خون درگیر نباشد، انرژی بیشتری می‌تواند صرف حفظ عضلات و حرکت شود. می توانید از لوبیای لوپین در سالاد یا سوپ استفاده کنید یا آن را کمی له کرده و کنار غذا سرو کنید. نکته کلیدی این است که محصولاتی را انتخاب کنید که به درستی آماده شده باشند تا تلخی طبیعی آنها از بین برود و ایمنی مصرف تضمین شود. استفاده چند بار در هفته می تواند به محافظت از عضلات کمک کند و در عین حال متابولیسم سالمتری را پشتیبانی کند. لوپین شاید در هر آشپزخانه‌ای شناخته شده نباشد، اما برای سالمندانی که می‌خواهند بدون قربانی کردن کنترل قند خون از عضلاتشان محافظت کنند، کاملاً ارزش دارد. این ماده غذایی به آرامی از قدرت بدن حمایت می‌کند و کمک می‌کند محکم‌تر بایستید بدون اینکه هزینه متابولیکی سنگینی بپردازید. غذای شماره 6، ماش. بسیاری از افراد بالای 70 سال چیزی را تجربه می کنند که رایج است، اما به ندرت به وضوح توضیح داده می شود. آنها وعده‌های غذایی منظم می خورند، به طور مداوم پروتئین اضافه می کنند. با این حال عضلاتشان همچنان ضعیف می شود، به ویژه در رانها و ساق پا. دلیل عمیق‌تر این موضوع مقاومت آنابولیک است، زمانی که عضلات دیگر مثل دوران جوانی به پروتئین پاسخ نمی دهند و اینجاست که ماش به ویژه ارزشمند می شود. ماش پروتئین گیاهی با جذب آسان فراهم می کند، همراه با لوسین، اسید آمینه‌ای که اغلب به عنوان کلید روشن کننده سنتز پروتئین عضله توصیف می شود. بعد از 70 سالگی اگر یک وعده غذایی لوسین کمی داشته باشد، عضلات ممکن است تقریباً پروتئین را نادیده بگیرند و نتوانند آن را به عضله جدید تبدیل کنند. ماش به اندازه کافی لوسین فراهم می‌کند تا به فعال شدن پاسخ عضله سازی کمک کند، به ویژه زمانی که به طور منظم در طول هفته مصرف شود. مطالعه‌ای در مجله علوم و فناوری مواد غذایی گزارش داد که پروتئین ماش قابلیت هضم بالایی دارد و برای دستگاه گوارش سالمندان مناسب است. این یعنی بدن مجبور نیست برای جذب آن خیلی سخت کار کند، اما همچنان مواد خام مورد نیاز عضلات را دریافت می کند. برای افرادی که بعد از خوردن گوشت یا تخم مرغ احساس سنگینی یا ناراحتی می کنند، ماش می تواند گزینه‌ای ملایم تر باشد. ماش همچنین سرشار از منیزیم و آهن است. منیزیم کمک می کند عضلات بعد از فعالیت به درستی شل شوند و گرفتگی و کرامپ کاهش یابد. آهن نیز از انتقال اکسیژن به عضلات حمایت می کند تا هنگام راه رفتن یا ایستادن زود خسته نشوید. وقتی عضله با پروتئین تغذیه شود و اکسیژن کافی دریافت کند، قدرت پاها به شکلی کاملا طبیعی بهتر می شود. در زندگی روزمره بسیاری از سالمندان متوجه می شوند که بعد از چند هفته اضافه کردن ماش به رژیم غذاییشان راحت تر از جا بلند می شوند و با ثبات بیشتری راه می روند. نه به این دلیل که عضلات ناگهان یک شبه رشد کردند، بلکه چون عضلات کارآمدتر عمل می کنند و سریع خسته نمی شوند.
این نشانه اولیه بازگشت عملکرد طبیعی عضلات است. ماش را می توان به صورت سوپ سبک پخت، اونقدر آرام جوشاند تا بسیار نرم شود، یا برای افرادی که در جویدن مشکل دارند آن را به بافتی نرمتر و یک دست تبدیل کرد. نکته کلیدی تداوم مصرف است، نه مقدار زیاد. تکرار آرام و مداوم همون چیزی است که به بدن سالمند کمک می‌کند سازگار شود و دوباره قدرت بگیرد. ماش تبلیغات پر سر و صدایی ندارد، اما برای سالمندانی که با مقاومت آنابولیک روبرو هستند یکی از هوشمندانه ترین پروتئین های گیاهی است که کمک می‌کند پاهایتان آنقدر قوی بماند که هر روز شما را حمل کنند. غذای شماره 5: لوبیای سیاه. وقتی با افراد بالای 70 سال صحبت می کنم، بسیاری از آنها پاهایشان را کم دوامتر از قبل توصیف می کنند. آنها می توانند بایستند، اما هنگام راه رفتن خیلی زود خسته می شوند. در میانه بالا رفتن از پله ها توقف می کنند. این موضوع فقط به خاطر کم بودن عضله نیست، بلکه به دلیل التهاب خاموش و ناپایداری قند خون نیز هست، دو عاملی که روز به روز عضلات را ضعیفتر می کند. لوبیای سیاه به هر دوی این مشکلات به طور همزمان کمک می کند. لوبیای سیاه پروتئین گیاهی با کیفیت فراهم می کند و همچنین مقدار زیادی فیبر دارد که به تثبیت قند خون کمک می کند. بعد از 70 سالگی، زمانی که قند خون راحت‌تر بالا و پایین می شود، عضلات می توانند وارد وضعیت کم انرژی شوند و کندتر ترمیم شوند. لوبیای سیاه انرژی را به آرامی آزاد می کند و کمک می کند عضلات به طور پیوسته تغذیه شوند، نه فقط در انفجارهای کوتاه انرژی. مطالعه‌ای که در مجله تغذیه در سالمندشناسی و طب سالمندی منتشر شد نشان داد سالمندانی که حداقل چند بار در هفته حبوباتی مثل لوبیای سیاه مصرف می‌کردند، قدرت عضلانی و توان حرکتی بهتری نسبت به کسانی داشتند که کمتر از آن استفاده می‌کردند. تفاوت به دلیل افزایش وزن یا چربی نبود، بلکه به دلیل عملکرد پایدارتر عضلات در طول زمان بود. لوبیای سیاه همچنین حاوی ترکیبات آنتی‌اکسیدانی است که به کاهش التهاب مزمن کمک می‌کند. التهاب یکی از عوامل خاموشی است که باعث تسریع تحلیل عضلات در سالمندی می‌شود. وقتی التهاب بهتر کنترل شود، بدن پاسخ بهتری به پروتئین می‌دهد و روند ترمیم مؤثرتر می‌شود. در زندگی واقعی بسیاری از سالمندان بعد از اضافه کردن منظم لوبیای سیاه، خستگی کمتر پاها و راه رفتن با ثبات‌تری را تجربه می‌کنند، نه به این دلیل که عضلات خیلی سریع بزرگ می‌شوند، بلکه چون سوخت عضلات دیرتر تمام می‌شود. لوبیای سیاه در آشپزی انعطاف پذیر است. می توانید از آن سوپ یا خورش تهیه کنید یا آن را له کرده و کنار غذای اصلی سرو کنید. برای سالمندان پختن آن تا حد نرم و استفاده از ادویه‌های ساده به هضم و جذب بهتر کمک می کند. لوبیای سیاه نشان می دهد که محافظت از قدرت بدن در سالمندی نیاز به غذاهای گران قیمت یا برنامه‌های پیچیده ندارد. با انتخاب‌های درست می توان عضلات را از تحلیل آهسته محافظت کرد و کمک کرد مدت طولانی تری متحرک و مستقل بمانید. غذای شماره 4: لوبیای قرمز. بسیاری از افراد بالای 70 سال تصور می کنند ضعف عضلات فقط بخشی از روند پیری است، اما در بسیاری از موارد ضعف به این دلیل رخ می دهد که بافت عضله دیگر به درستی ترمیم و بازسازی نمی شود. لوبیای قرمز به این فرایند ترمیم آرام اما پیوسته کمک می کند. لوبیای قرمز مقدار پایداری پروتئین فراهم می‌کند و به ویژه سرشار از لیزین است، اسید آمینه‌ای مهم برای ترمیم بافت و ساختار عضلات. لیزین مانند یک مصالح ساختمانی عمل می‌کند که به ترمیم فیبرهای عضلانی بعد از فعالیت‌های روزانه کمک می‌کند. وقتی لیزین کم باشد، حفظ قدرت سخت‌تر می‌شود، حتی اگر میزان کلی مصرف پروتئین پایین نباشد. در سالمندان این نوع کمبود رایج است، اما اغلب نادیده گرفته می‌شود. یک مطالعه تغذیه اروپایی نشان داد سالمندانی که به طور منظم لوبیای غنی از لیزین مانند لوبیای قرمز مصرف می‌کردند، توده عضلانی و استقامت خود را بهتر از افرادی حفظ کردند که فقط به پروتئین حیوانی متکی بودند.
این موضوع به ویژه در افرادی که به دلایل سلامت قلب یا هزینه کمتر مصرف گوشت را کاهش داده بودند کاملا واضح بود. لوبیای قرمز همچنین کربوهیدرات‌های دیرهضم و فیبر فراهم می‌کند و انرژی طولانی مدت‌تری برای عضلات ایجاد می‌کند به جای یک انفجار سریع انرژی و سپس افت شدید. منبع سوخت پایدارتری دریافت می‌کنید که از حرکت حمایت می‌کند و رخوت بعد از ظهر را که بسیاری از سالمندان از آن شکایت دارند کاهش می‌دهد. در زندگی روزمره بعضی افراد بعد از چند هفته مصرف منظم لوبیای قرمز متوجه درد کمتر و خستگی عضلانی کمتر می‌شوند. عضلات نه تنها قوی‌تر احساس می‌شود بلکه بعد از کارهای ساده‌ای مثل خرید، تمیزکاری یا بالا رفتن از پله‌ها سریعتر ریکاوری می‌کنند. لوبیای قرمز را می‌توان در سوپ یا خورش اونقدر پخت تا بسیار نرم شود که برای سالمندان ایدئال است. نکته کلیدی پخت کامل آن برای ایمنی و هضم آسان‌تر است. مصرف منظم و در مقدار متعادل به ایجاد پایه‌ای قوی‌تر برای عضلات کمک می‌کند بدون اینکه به دستگاه گوارش فشار وارد شود. لوبیای قرمز در چند روز نتیجه فوری ایجاد نمی‌کند، اما برای فرد بالای 70 سال از آن دسته غذاهایی است که از قدرت طولانی مدت و ترمیم طبیعی بدن حمایت می‌کند. غذای شماره 3 لوبیای چیتی. یکی از نگران کننده ترین نشانه ها برای افراد بالای 70 سال این است که احساس می کنند انرژیشان خیلی سریع تخلیه می شود. صبح حالشان خوب است، اما بعد از فعالیت سبک مثل آشپزی یا یک پیاده روی کوتاه پاهایشان می‌لرزد و مجبور می‌شوند بنشینند. این فقط کمبود عضله نیست، بلکه عضلات سوخت و اسیدهای آمینه پایدار دریافت نمی‌کنند. لوبیای چیتی به طور هدفمند به این وضعیت کمک می‌کند. لوبیای چیتی در هر 100 گرم حدود 9 گرم پروتئین فراهم می‌کند، همراه با لوسین و ایزولوسین، دو اسید آمینه شاخه‌دار مهم برای استقامت عضلات. لوسین به فعال شدن عضله‌سازی کمک می‌کند، در حالی که ایزولوسین به عضلات کمک می‌کند هنگام حرکت انرژی را کارآمدتر استفاده کند. این دو با هم کمک می‌کنند عضلات نه تنها قوی‌تر بلکه مقاوم‌تر شوند. مطالعه‌ای در مجله تغذیه بریتانیا نشان داد سالمندانی که چند بار در هفته حبوباتی مانند لوبیای چیتی مصرف می‌کردند، خطر ضعف عضلانی به مراتب کمتری نسبت به کسانی داشتند که به ندرت از آن استفاده می‌کردند. این مزیت حتی زمانی مشاهده شد که میزان کلی کالری مصرفی ثابت بود و نشان می‌داد کیفیت پروتئین و اسیدهای آمینه نقش مستقیمی دارند. در زندگی روزمره بسیاری از سالمندان متوجه می‌شوند بعد از مصرف منظم لوبیای چیتی بلند شدن از صندلی آسان‌تر می‌شود و لرزش پاهایشان کمتر می‌شود. این موضوع به دلیل تأمین پایدارتر انرژی است، نه افت‌های ناگهانی که اغلب بعد از غذاهای شیرین یا نشاسته‌های تصفیه شده رخ می‌دهد. لوبیای چیتی همچنین منیزیم و پتاسیم فراهم می‌کند، مواد معدنی مهم برای انتقال پیام‌های عصبی و انقباض عضلات. وقتی این مواد معدنی کم شوند، عضلات سریعتر خسته می‌شوند و واکنش‌های عصبی کندتر می‌شود. اضافه کردن لوبیای چیتی می‌تواند به هماهنگی بهتر بین اعصاب و عضلات کمک کند، موضوعی که برای راه رفتن ایمن و پیشگیری از زمین خوردن اهمیت زیادی دارد. لوبیای چیتی به راحتی به وعده‌های غذایی اضافه می شود. می توانید اون را در سوپ استفاده کنید، همراه سبزیجات نرم بپزید یا آرام خورش کنید. بهتر است روش آماده سازی ساده و کم چرب باشد تا جذب در طول زمان بهتر انجام شود. لوبیای چیتی به حفظ انرژی پایدار در طول روز کمک می کند، خستگی را کاهش می دهد و از قدرت عضلانی بلند مدت حمایت می کند. این لوبیا درمان فوری نیست، اما بخش مهمی از یک راهبرد واقعی برای محافظت از استقامت عضلات بعد از 70 سالگی است. غذای شماره 2 عدس. اگر یک غذا باشد که باعث شده بسیاری از دانشمندان نگاهشان به پروتئین گیاهی برای سالمندان تغییر کند، آن عدس است. برای افراد بالای 70 سال، عدس فقط پروتئین نیست، ابزاری است که کمک می‌کند عضلات پیر دوباره بعد از سالها تحلیل به تغذیه پاسخ دهند.
عدس در هر 100 گرم حدود 12 گرم پروتئین فراهم می‌کند، مقداری بیشتر از تخم مرغ وقتی با حجم مشابه مقایسه شود. اما چیزی که عدس را خاص می‌کند فقط عدد پروتئین نیست، بلکه نحوه استفاده بدن از این پروتئین است. پروتئین عدس همراه با لیزین، آهن و فولاد است، موادی که همگی برای بازسازی فیبرهای عضلانی و حفظ قدرت در سالمندی کلیدی هستند. مطالعه‌ای که در مجله کالج تغذیه آمریکا منتشر شد نشان داد سالمندانی که چند بار در هفته عدس مصرف می‌کردند، قدرت دست و عملکرد پایین‌تنه قوی‌تری نسبت به افرادی داشتند که عدس مصرف نمی‌کردند، حتی زمانی که میزان کل پروتئین روزانه مشابه بود. این نشان می‌دهد عدس کیفیت عضلات را بهبود می‌دهد، نه فقط مقدار پروتئین را. بعد از 70 سالگی بسیاری از افراد تا حدی به دلیل کمبود خفیف آهن و گردش خون ضعیف‌تر احساس خستگی می‌کنند. عدس آهن گیاهی همراه با مواد مغذی لازم برای عملکرد سالم فراهم می‌کند و به بهبود رساندن اکسیژن به عضلات کمک می‌کند. وقتی عضلات اکسیژن بیشتری دریافت کنند، سنگینی پاها و کمبود استقامت بهتر می‌شود، به ویژه هنگام فعالیت‌های روزمره مثل راه رفتن یا ایستادن. عدس همچنین انرژی پایداری فراهم می‌کند. فیبر بالا و کربوهیدرات‌های دیرهضم آن کمک می‌کند افزایش و افت شدید انرژی رخ ندهد. برای سالمندان این یعنی استقامت بهتر در طول روز، به جای اینکه فقط برای مدت کوتاهی بعد از غذا احساس قدرت کنند. عدس برای سالمندان به راحتی آماده می شود. می توانید آن را به سوپ نرم تبدیل کنید، کاملا بپزید یا با غلات ترکیب کنید تا پروفایل کاملتری از اسیدهای آمینه ایجاد شود. نکته کلیدی پخت کامل برای هضم آسانتر و مصرف منظم در مقدار متعادل است. عدس نشان می‌دهد که همه پروتئین‌ها در بدن سالمند یکسان عمل نمی‌کنند. وقتی نوع درست را انتخاب کنید، عضلات می‌توانند دوباره قدرت بگیرند و کمک کنند در زندگی روزمره با اعتماد به نفس و استقلال بیشتری زندگی کنید. غذای شماره 1: دانه سویای کامل و رسیده، قوی‌ترین پروتئین گیاهی. در انتهای این فهرست اما قوی ترین همه برای عضلات بعد از 70 سالگی، دانه‌های سویای رسیده نشان می‌دهند چرا علم تغذیه مدرن به پروتئین گیاهی کاملا متفاوت نگاه می‌کند. سویا در هر 100 گرم پخته حدود 21 گرم پروتئین فراهم می‌کند و میزان پروتئین آن با بسیاری از منابع حیوانی آشنا برابری می‌کند و حتی اغلب بیشتر است. بزرگترین تفاوت سویا با بیشتر حبوبات دیگر این است که سویا یک پروتئین کامل است و هر نوع اسید آمینه ضروری را که بدن نمیتواند خودش بسازد در اختیار دارد. بعد از 70 سالگی، زمانی که جذب و استفاده از پروتئین کاهش پیدا می‌کند، داشتن مجموعه کامل اسیدهای آمینه ضروری برای ترمیم و بازسازی عضلات حیاتی می شود. مطالعه‌ای که در مجله تغذیه منتشر شد نشان داد سالمندانی که از پروتئین سویا استفاده می کردند بهبود عضلانی مشابه گروهی داشتند که از پروتئین وی استفاده می کردند، اما مشکلات گوارشی کمتر و التهاب کمتری داشتند. این موضوع برای سالمندانی که لبنیات را خوب تحمل نمی کنند یا با التهاب مشکل دارند اهمیت زیادی دارد. سویا همچنین حاوی ایزوفلاوون‌ها است، ترکیبات گیاهی که به کاهش التهاب و استرس اکسیداتیو کمک می‌کند. التهاب مزمن یکی از دلایل اصلی ضعف سریعتر عضلات در سالمندی است. وقتی التهاب بهتر کنترل شود، بدن پاسخ قوی‌تری به پروتئین می‌دهد و روند ترمیم بهتر عمل می‌کند. سویا همچنین منیزیم، کلسیم و آهن فراهم می‌کند، مواد معدنی مورد نیاز برای انقباض عضلات، انتقال پیام‌های عصبی و گردش خون. این مواد در کنار هم می‌توانند به عملکرد قوی‌تر عضلات و ثبات بیشتر هنگام راه رفتن کمک کنند و خطر زمین خوردن را کاهش دهند، یکی از بزرگترین ترس‌ها بعد از 70 سالگی. در زندگی روزمره بسیاری از سالمندان متوجه می‌شوند بعد از چند ماه مصرف منظم سویا می‌توانند مدت طولانی تری حرکت کنند و کمتر احساس خستگی داشته باشند، نه به این دلیل که عضلات ناگهان خیلی بزرگ می‌شوند، بلکه چون کیفیت عضلات بهتر می‌شود، واکنش‌های عصبی تیزتر می‌شود و استقامت به مرور افزایش پیدا می‌کند.
دانه‌های سویای رسیده را می‌توان اونقدر پخت تا نرم شوند و به سوپ، سالاد یا کنار غذا اضافه کرد. نکته کلیدی تداوم مصرف و آماده‌سازی ساده است تا بدن بتواند آن را خوب جذب کند. برای افراد بالای 70 سال، سویا یکی از قوی‌ترین پایه‌های پروتئین گیاهی برای محافظت از قدرت، تحرک و استقلال بلندمدت است. بعد از 70 سالگی تحلیل عضلات نشانه تمام شدن فرصت نیست، بلکه علامتی است که بدن شما نیاز دارد به شکلی متفاوت تغذیه شود. علم کاملا روشن است. عضلات هنوز هم می توانند ترمیم شوند و قوی تر شوند اگر پروتئین مناسب را انتخاب کنید و استمرار داشته باشید. نه باشگاه گران قیمت لازم است، نه پودرها و قرص‌های گیج کننده، فقط غذاهای واقعی که با بدن سالمند سازگارند. حبوباتی که همین حالا درباره آنها شنیدید فقط غذای کنار بشقاب نیستند. آنها پایه‌هایی هستند که کمک می‌کنند راحت‌تر بلند شوید، با ثبات بیشتری راه بروید و مدت طولانی‌تری مستقل بمانید. وقتی عضلات قوی باشند همه چیز تغییر می‌کند. کمتر از زمین خوردن می‌ترسید. در زندگی روزمره اعتماد به نفس بیشتری دارید و مهمتر از همه مجبور نمی‌شوید خیلی زود به دیگران وابسته شوید. از امروز شروع کنید. فقط یکی از غذاهای این فهرست را انتخاب کنید و همین هفته به وعده‌های غذاییتان اضافه کنید. کم اما مداوم. اگر این ویدیو به شما کمک کرد، دکمه پسندیدن را بزنید و آن را با دوستی یا عضوی از خانواده که نیاز دارد بعد از 70 سالگی قوی بماند به اشتراک بگذارید. و اگر اولین بار است اینجا هستید، کانال را دنبال کنید تا همچنان دانش سلامتی مخصوص سالمندان را دریافت کنید. دانشی که پیدا کردنش در جای دیگر سخت است. و اگر از نکات این ویدیو لذت بردید و برایتان مفید بود، لطفاً کامنتی با عدد 1 بگذارید. اگر نه، راحت باشید و عدد 0 را کامنت کنید. بازخورد شما برای ما بسیار ارزشمند است و به ما کمک می‌کند محتوای بهتری برایتان بسازیم. لایک کردن، به اشتراک گذاشتن این ویدیو با عزیزانتان و سابسکرایب کردن کانال یوتیوب ما وایتل پس رو برای دسترسی به محتواهای علمی و کاربردی بیشتر فراموش نکنید. و در نظرات به من بگویید امشب با کدام یک از این حبوبات شروع خواهید کرد؟ نخود، عدس، لوبیای سیاه یا سویا؟ عضلات شما هنوز هم می توانند دوباره قوی شوند. فقط کافی است از امروز تغذیه درست را شروع کنید. از صمیم قلب سپاسگزارم که لحظه ای از زمان گرانبهایتان را با ما قسمت کردید و تا پایان این مسیر همراهمان بودید. هر روز بدنت را با عشق و روحت را با آگاهی تغذیه کن. سلامتی زیباترین سرمایه است که با همین انتخاب‌های کوچک و هوشمندانه ساخته می شود. به یاد داشته باشید هدف ما فقط طول عمر بیشتر نیست. هدف تجربه یک زندگی قوی‌تر، شفاف‌تر و مستقل‌تر در تک تک روزهای عمر است. قوی بمانید، آگاه بمانید و در ویدیوی بعدی که به بررسی رازهای سلامت بیشتر برای شکوفایی در دوران میانسالی و پس از اون میپردازیم شما را میبینیم. تا دیدار بعدی مراقب خودتان باشید و به این باور داشته باشید که انتخاب‌های کوچک و مداوم هنوز هم میتوانند تفاوتی معنادار ایجاد کنند. در ویدیوی بعدی میبینمتان و تا اون زمان بدرود.